جلبک اسپرولینا از اونجایی که ارزش غذایی خیلی بالایی داره و تقاضای روزافزون، سود خیلی بالایی میتونه به شما بده و جزء فعالیت‌های سودآور به حساب میاد. پرورش جلبک اسپرولینا توی شرایط خاص توی حوضچه‌های آب شیرین و آب شور به صورت صنعتی و خانگی امکان پذیر هستش. مهمترین نکاتی که توی مراحل پرورش جلبک باید رعایت بشه، اولیش آب هستش که باید pH آب بین 8 تا 11 باشه که میتونه داخل آب شیرین یا شور پرورش داده بشه. دومین موردش دما هستش که باید حداقل بین 30 تا 35 درجه سانتیگراد این رشد جلبک صورت بگیره. مورد بعدی نور هستش که میتونه نور طبیعی داشته باشین یا نور مصنوعی. هر چقدر کیفیت نورتون بالاتر باشه، کیفیت جلبکی هم که به دست میارین بالاتر خواهد بود. نکته بعدی مواد مغذی هستش که باید استفاده بکنین که حالا میتونه به صورت کودهایی که باشه که داخلشون مواد مغذی هست یا به صورت محلول هایی باشه که استفاده میکنین. مراحل پرورش جلبک اسپرولینا مهمترین نکتهش این هستش که شما اول باید حوضچه هاتون رو یا محیطتون رو آماده بکنین که باید حوضچه های غیر سمی باشه. دومیش کشت اولیه هستش که میتونه به صورت پودر باشه یا به صورت مایع که حالا کشتتون رو میخواین شروع بکنین با توجه به هدف فروشتون این نوع کشتتون مشخص خواهد شد. دومیش نور کافی هستش، یعنی محیطی که آماده میکنین باید نور کافی داشته باشه که حالا میتونه نور طبیعی باشه یا نور مصنوعی باشه. و نکته مهمترش این هستش که شما باید نظارت داشته باشین که pH حالا اون محیط آبتون حتما بین 8 تا 11 باشه، بیشتر یا کمتر نشه که کیفیت جلبکتون پایین نیاد. برداشتش هم بین 7 تا 10 روزه، زمانی که آب به رنگ سبز پررنگ در بیاد جلبک ها آماده هستن که شما میتونید جلبک ها رو برداشت بکنید، حالا شستشوش رو انجام بدین، خشک بکنین یا پودرش بکنین. کاربرد جلبک اسپرولینا توی صنایع غذایی به این صورت هستش که یک منبع فوق‌العاده پروتئین به حساب میاد. از لحاظ کشاورزی هم برای غذای دام و ماهی ها استفاده میشه که کیفیت پرورششون رو چند برابر میکنه. توی صنایع آرایشی هم که به صورت ماسک های گیاهی برای جوانسازی و زیبایی استفاده میشه. از نظر اقتصادی هم میتونیم به این اشاره بکنیم که به دلیل اینکه آب کمتری نسبت به کشاورزی سنتی داره، یک فعالیت بصرفه و پرسود به حساب میاد که امروزه خیلی طرفدارهای زیادی پیدا کرده که هم میتونیم از محیط زیستمون حمایت و محافظت بکنیم، همین که بتونیم یک کیفیت جلبک خیلی عالی داشته باشیم. از نظر توجیه اقتصادی میتونم به این اشاره بکنم که شما با حداقل فضاتون میتونید ماهیانه به درآمد خیلی بالایی برسید. مثلا اگر شما 3 تا 6 میلیون برای مواد اولیه ماهیانه سرمایه کنار بذارین، میتونین هر ماه 25 میلیون درآمد داشته باشین. نکته مهم جلبک اسپرولینا این هستش که نسبت به محصولات دیگه کشاورزی بازدهیش 1 ماه هست و شما ماهیانه درآمد و سود بالایی خواهید داشت.